در خواستگاری های امروزی دینداری اعتبار نمی شود. بیشتر ثروت و مالداری اعتبار می شود. از دینداری عروس و داماد اصلا پرسیده نمی شود. حتی می بینیم که دختر مسلمان به خاطر مال دنیا با مرد خطایی ازدواج می کند. با یک مرد به خدا ازدواج کرده از او فرزنددار می شود. دختر 16 ساله مسلمان با یک مرد 50 و چند ساله خطایی. پناه به خداوند. کدام پدر و مادر خدا بی خبر با چنین ازدواج دخترشان راضی می شوند؟ اگر یک مرد مسلمان 50 و چند ساله ریشدار با دختر 16 ساله ازدواج کند، شور و غوغا برپا می کنند. می گویند یک ملای 50 و چند ساله پیر با دختر یاش ازدواج کرده است. گویا این کار را عیب می دانند. از همه بدترش آن که آن زن مسلمان تاجیک در پوبلیکا در یک برنامه برآمده قصه ازدواجش را نقل می کند. از مال و ثروت شوهرش، از مهری که به او داده اند تعریف می کند و با این کار دیگر دخترهای مسلمان را فاسد می کند. ای وای که مال و ثروت دنیا چقدر چشمان بعض زنان مسلمان را کور کرده است. مگر شرط است که همین کار حرام به نمایش گذاشته شود تا دیگر دختران مسلمان فاسد شوند؟ از همه خنده آورش آن بود که میگوید ما هم دیگر را نغز دیده گرفته ایم. مگر خنده آور نیست؟ کدام دختری 16 ساله با مردی 50 و چند ساله پیر عاشق می شود، در حالی که جوان مردان زیبا در اطراف زیادند؟ خواهران مسلمان، به خاطر مال ناچیز دنیا آخرت خود را برباد ندهید. ازدواج کردن با مرد غیر مسلمان، خواه خطایی باشد خواه امریکایی و غیره، به اتفاق تمام علما و مجتهدین امت قطعا حرام و ناجایز است. حتی اگر تاجیک هم باشد، به خاطر مسلمان نبودنش ازدواج با او حرام و ناجایز است. نکاح شما درست نمی شود و حیات خود را با زنا سپری می کنید. فرزندی که از شما تولد می شود ولد الزنا است، یعنی فرزند حرامی است. خواهران عزیز، به خاطر مال ناچیز دنیا آخرت خود را برباد ندهید.